بعد از عمل جراحی بینی یک سری احتیاطاتی و یک سری اقداماتی لازم هست. یکی این هستش که تا 48 ساعت ترجیح داده میشه که یخی که بهتون داده میشه روی چشم‌ها بذارین که پلک‌ها، چشم‌ها و صورت کبود نشه و ورم کمتر باشه. بهتر هست هر موقع میتونین بشینین و بیشتر نشسته باشین و سر رو بالا نگه دارین. زمانی که میخواین بخوابین حتما به پشت بخوابین، به پهلوها نخوابین و زیر شونه و سر بالا باشه، یا مثل تخت بیمارستان زیر شونه و سر رو بالا بیارین، یا زیر شونه یه بالش بذارین و زیر سر هم 2 بالش که سر بالا باشه، در حالتی که گردن هم صاف هست، نه اینکه فقط زیر سر بالا برده بشه و سر خم بشه. بهتر از مصرف نمک اجتناب بکنین. مصرف ویتامین C مثل آناناس یا آب هویج توصیه میشه. تا 1 ماه نباید کارهایی که سر پایین هست و کارهای نوشتنی خوندنی زیاد به صورت طولانی مدت انجام بشه. تا 2 ماه نباید عینک استفاده بکنین روی بینی و بهتره تا 2 ماه ورزش ها و فعالیت هایی که نیاز به زور زدن داره مثل ورزش های بی‌هوازی یا ورزش های سنگین انجام نشه. تا 1 ماه بهتر هستش که کمتر فرد بخنده یا اینکه غذاهای سفت کمتر بخوره، که البته این در مورد افرادی هست که کنار بینیشون بخیه داره و کسایی که کنار بینیشون بخیه نداره و پوستشون برش نخورده در مصرف غذاهای سفت یا خندیدن، صحبت کردن مشکلی ندارن. معمولا نتیجه بینی تا 90% در 2 ماه مشخص میشه، ولی نتیجه نهایی بینی 1 سال تا 1 سال و نیم طول میکشه تا اینکه مشخص بشه. هر هفته لازم هست که چسب تعویض بشه. بهتره چسب رو هر هفته عوض کنین، نه زودتر، به خاطر که برداشتن چسب همون لحظه که دارین چسب رو برمیدارین ممکنه پوست رو هم با خودش بکشه و ورم بیشتر بشه. برداشتن چسب خیلی مهمه. بهتره خوب خیس بخوره، در حمام برین قبلش و پوست خیس بخوره، چسب ها خیس باشه و به آرامی چسب رو برداریم و هر هفته چسب رو عوض میکنیم. کاربرد چسب هم برای کاهش ورم هست. بسته به اینکه فرد تا چه مدتی ورم داشته باشه از چسب استفاده میشه. معمولا تا 1 ماه بعد از عمل نیاز به چسب هست، ولی در افرادی که ورمشون زودتر میخوابه میتونیم چسب رو زودتر برداریم و افرادی که ورم بیشتری دارن ممکنه 1.5 ماه 2 ماه چسب رو استفاده کنیم.